من زیارتشاه همیشه خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 36 ناحیه مومن آباد هستم. رفیقم حسن عبدالرحمن خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 36 ناحیه مومن آباد میباشد. در اینجا من ماکت آسیاب برقی را ساختم که میتواند با واسطه قوه جریان همان گندم را به آرد تبدیل دهد. البته که ما وقتی که در دهات زندگی میکنیم از سبب تنقیصی کشیدن همون آب نمیتوانیم همون گندم را آرد کنیم و ما چنین ماکت خرد ساختیم که میخواهیم در آینده در همون دهات ساخته شود و این ماکت و توسط قوه جریان به کار می‌دراید. در اینجا دولی برای گندم ریختن است. با فشار دادن یعنی همین تگمه آسیاب ما با حرکت ندارد. البته این آسیاب ما نمیتواند گندم را حاضر از سبب که از چوب ساخته شده است نمیتواند گندم را آرد کند، میده کرده میتواند و در آینده ما میخواهیم همین را تکمیل داده چون آسیاب برقی را در ده هم سازند که برای مشکلی مردم را آسان گردانند. تگمه را فشار میدیم، چراغان گریان شده، آسیاب ما با حرکت ندارد. اما زمان ده شما آسیاب برق نیست؟ آسیاب برقی نه وجود ندارد، اما آسیاب آبی هست و عملی نمیکند، یعنی که کار نمیکند. وقتی بعد دههای دوردست رفته برای که همین نمودهای گوناگون آسیاب برقی قریب در تمام جمهوری ما روی کار آمدگان از تمام دولت‌ها وارد کار فرمودن. نمود آسیاب خطایی هست، پاکستانی هست، آمده همچنین هستن. چی برتری داره بله، ما این ماکتش ساختیم، میخوایم که در آینده چنین آسیاب سنگی استفاده داده کار مشکلات مردم را آسان گردانه. من این اسباب را ساختم که یک نوع بازی می باشد و وقتی که این را آدمان وقتی که بیهوده گردی نمیکنند یک نوع اسباب می باشد که از کردانهای پرتاب استفاده برده است. این کردان وقتی که این را ما تا میدهند این یک نوع بازی است که این را در اینجا تازه این سنگچه وقتی که در این گردیان تا خورده و یک کردان عادی بازی میکنند. این یک نوع بازی می باشد. یعنی که شما همون پرتوی که هست اون استفاده بوده یک چیزی نوی ساختید که توجه دیگران با خجالت نه برای عصب آرام کردن با همین مقصد هستن سمت فعالیت شد. بله. ملکیت ذهنی سو میشه. ملکیت ذهنی میشه. تکمیل دادن در کار فونکسیونش از یاد کردن در کار. فونکسیون کارش خوبتر برام. خوبتر کارم. موفقیت باشه. لایحه پیشنهاد کرده من نورکران می باشد و از ستونبی یکم باشد و از ستونبی یکم باشد 6 سانتی متر می باشد و دیگرش باشد 32 سانتی متر می باشد و از 4 غلجیرک می باشد و 360 گرادوس تاب می خورد. با قوه منبع می باشد حاضر باشد 500 گرم را میوردارد و در آینده میخواهیم تا 3 کیلو را بردارد. درباره ریلز را این مانورکرانی که شما ساختگی هستین از دیگر مانورکرانی که هست مثلا چخیلی که میبینیم روز آباد کنی رفته ایست همه بینی با اشامت بلند و شما ساخته ایستن چی فرقی داره؟ همونند هم در اساس کدام قانونیت فیزیکا کار میکنم؟ قانونیت فیزیکی وقتی هر یک اسباب میسازی باید همون علم در همون اسباب تطبیق کرده شد باید بدونی که کدام قانون فیزیکی در اینجا عمل بعد گفتی که تا 3 کیلو را استفاده کار در آینده 3 کیلو چی در کار باشه؟ مدام کران چی در کاره؟ لاحیه باید طرزی باشد که دورنما داشته باشد و یکون اهمیت عملی داشته باشد. ایتی تو 3 کیلو را برداره 3 کیلو گوده کم میبره کران چی در کار میشه؟
ин дар болои релс мерава бо ناز тоб мехӯрад. آینده تکمیل دادن در کار такмил آه. додан дар кор ки масалан аҳамияти амалӣ пайдо бо ҷа кабин мешавад ва зина мешавад. кунад боша буд мекунем. дар ин 3 солот бояд آه. лоиҳа кор да будра самара бута ва таври механики аст ва такмил метавонем ки бо тоб хӯрад худкор шавад. муваффақият